تمرین روز سوم از کتاب معجزه سپاس اثر راندا برن. روابط سحرآمیز. تصور کنید اگر شما تنها انسانی روی کره زمین باشید، دیگر هیچ اشتیاقی برای انجام هیچ کاری نخواهید داشت. اگر قرار نیست کسی نقاشی شما را ببیند، پس دیگر برای چه آن را بکشید؟ اگر قرار نیست کسی به موسیقی که می‌نوازید گوش دهد، پس چرا آهنگ بسازید؟ اختراع وسیله‌ای که هیچ کس برای استفاده از آن وجود ندارد چه دلیلی دارد؟ دیگر نقل مکان هم هیچ معنایی نخواهد داشت، چون هر جا بروید مانند جای قبلی‌تان است. هیچ کس آنجا نخواهد بود. دیگر هیچ لذت و مسرتی در زندگی وجود نخواهد داشت. این ارتباطات و تجربیات شما با دیگر انسان هاست که به زندگیتان شادی، هیجان و معنا می دهد. به همین خاطر روابط شما بیش از هر چیز بر زندگیتان تأثیر می گذارد. برای اینکه به رابطه دلخواهتان برسید، مهم است بدانید روابطتان چگونه دارد زندگیتان را در حال حاضر تحت تأثیر قرار می دهد و اینکه آنها چه شریان‌های قدرتمندی برای آغاز تغییرات جادویی هستند. علم امروزی خرد و دانش بزرگان قدیم را اثبات می کند. با مطالعه انجام شده روی انسان‌هایی که مدام شکرگزاری می کنند، به این نتیجه رسیدند که آنها روابط نزدیکتری دارند. با خانواده و دوستانشان بیشتر در ارتباطند و دیگران دید خوبی نسبت به این افراد دارند. اما جالبترین نتیجه این تحقیقات آنجاست که میگوید به ازای هر شکایت و نارضایتی که فرد از طرف مقابلش دارد، باید 10 جنبه مثبت آن رابطه رشد داده شود. اگر کمتر از 10 مورد مثبت تقویت گردد، آن رابطه به ناهنجاری و وضعیت نامطلوب کشیده خواهد شد. اگر این رابطه از نوع ازدواج باشد، به طور قطع به طلاق خواهد انجامید. سپاسگزاری رابطه ها را رشد می دهد. وقتی سپاسگزاریتان را در مورد یک رابطه ابراز کنید، به طور سحرآمیزی شادی و سودمندی از آن رابطه دریافت خواهید کرد و تنها قدردانی از یک رابطه است که اون رو تغییر میده و این امر نه تنها که خود شما رو هم تغییر میده. فرقی نمیکنه چه نوع اخلاق و خلق و خویی دارید. سپاسگزاری به شما صبر، درک و مهربانی بیشتری میدهد تا جایی که دیگر خودتان را نمیشناسید. ناسازگاری ها و شکایت هایی که از رابطه تان داشتید از بین خواهد رفت. چون وقتی از داشتن یک نفر خوشحال و متشکر باشید، دیگر نمیخواهید چیزی را در او عوض کنید. دیگر از آنها انتقاد و شکایت نمی کنید. چون مدام مشغول سپاسگزاری از جنبه‌های خوبشان هستید. در واقع دیگر چیزهایی را نمی‌بینید که قبلاً از آنها شاکی بودید. تنها زمانی که قلب‌هایمان از گنجینه‌هایمان باخبرند می‌توانیم ادعا کنیم که زنده هستیم. کلمات بسیار قدرتمند هستند. پس وقتی از کسی شکایت می‌کنید، در واقع به زندگی خودتان صدمه زده اید. این خودتان هستید که عذاب می‌کشید. طبق قانون جذب، هر فکری که راجع به کسی بکنید و یا حرفی که در مورد او بگویید، به سمت خودتان جذب می‌کنید. به همین خاطر است که بزرگترین عالمان و معلمان تاریخ توصیه کردند که سپاسگزار باشید و قدر یکدیگر را به راستی و از ژرفای دل بدانید. آنها می‌دانستند که برای ارتقای زندگیتان باید دیگران را همانطور که هستند بخواهید و برای چیزی که هستند از آنها سپاسگزار باشید. اگر کسی به شما بگوید تو را همانطور که هستی دوست دارم، چه حسی به شما دست خواهد داد؟ تمرین جادویی امروز این است که مردم را به خاطر اون چه که هستند دوست بداریم.
حتی اگر تمام روابطتان در حال حاضر خوب و عالی است، با این تمرین بهتر هم می شود و با هر چیزی که در فرد مقابلتان می ستایید، جادوی حیرت انگیز سپاسگزاری را می بینید که چطور روابطتان را معنادارتر، قویتر، شیرینتر و پربارتر از گذشته می کند. 3 مورد از رابطه هایی را که برایتان مهم است انتخاب کنید. می توانید همسرتان، پسرتان، پدر، دوستتان یا شریک کاریتان را انتخاب کنید. شاید هم بهترین دوستتان، مادر بزرگ یا داییتان را در نظر بگیرید. هر رابطه ای رو که برایتان مهم است می توانید انتخاب کنید. البته به شرطی که از آن فرد یک عکس داشته باشید. عکس می تواند فقط از آن شخص باشد یا هر دوی شما در کنار هم. وقتی 3 رابطه مهم و عکس هاشون رو پیدا کردید، دیگر آماده هستید که جادو رو به کار اندازید. بنشینید و فکر کنید که چه چیزهایی را در کدام یک از این افراد ستایش می کنید و به خاطرشون سپاسگزارید. از چه چیزهایی در مورد این افراد خوشتان می آید؟ بهترین خصوصیتشان چیست؟ شما می توانید به خاطر صبر، توانایی گوش دادن، استعدادها، توانایی‌ها، قضاوت‌های بیجا، خنده، شوخ طبعی، چشم‌ها، لبخند یا قلب مهربان این افراد سپاسگزار باشید. می توانید قدردان کارهایی باشید که از انجام آنها با این فرد لذت می برید یا مواقعی که هوایتان را داشتند، در کنارتان بودند و یا حمایتتان کردند سپاسگزار باشید. بعد از اینکه مدتی این فرد و خصوصیات خوبش فکر کردید، عکس اونها رو در مقابلتون بگذارید و با یک کاغذ و قلم 5 چیز رو که بیشتر از همه در موردشان می ستایید بنویسید. به عکس هر فرد نگاه کنید و 5 مورد را بنویسید. در هر جمله از متشکرم استفاده کنید. فرد را با اسم خطاب کنید و دلیل سپاسگزاریتان را بنویسید. مثلا عزیزم از تو متشکرم به خاطر. برای مثال جان از تو متشکرم به خاطر اینکه همیشه من را میخندانی، یا از تو ممنونم مادر که در دوران دانشگاه از من حمایت کردی. بعد از اینکه فهرست را نوشتید، تمرین را ادامه دهید و عکس‌ها را با خود به جایی ببرید که مدام در مقابلتان باشد. هر بار که چشمتان به عکس‌ها می‌افتد، نام فرد را بگویید و از او تشکر کنید. اگر مدام در حال حرکت هستید، عکس‌ها را داخل کیفتان بگذارید و سعی کنید در طول روز حداقل 3 بار آنها را نگاه کنید و همان کارهای بالا را انجام دهید. پس سپاس گویید برای صفات خوبشان. اکنون می‌دانید چطور با استفاده از جادوی سپاسگزاری روابطتان را به یک رابطه قوی و فوق‌العاده تبدیل کنید. اگرچه این کار جزو دستورات این کتاب نیست، اما می توانید این تمرین را هر روز انجام دهید تا روابطتان بیشتر و بیشتر مساعد و خوشایند شوند. می توانید هر چند بار که خواستید این تمرین رو روی یک رابطه انجام دهید. هرچه بیشتر در مورد رابطه ها و اطرافیانتان سپاسگزار باشید، روابطتان سریعتر تغییر خواهد کرد. این بود از تمرین روز 3 از کتاب معجزه سپاس. ممنون که با من همراه بودید.